جلسه دوم محاکمه بود. قرار بود متهم زنده بماند تا بعضی از خاطرات و اطلاعات مهم دربار را بیان کند. قاضی اجازه تنفس کوتاه صادر کرد. اگرچه شکی نبود داشتن یکی دو اتهام از انبوه اتهامات متهم برای اعدام او کافی باشد. هنگامی که متهم و مأموران در حال خروج از در پشتی دادگاه به سمت حیاط بودند، یکی از همراهان با 2 گلوله کلت به او شلیک کرد. گلوله ها کاری نبود و مرگ می توانست دردناک و کند باشد. از این رو متهم از یکی از مأموران خواست تا کارش را یکسره کند و آن مرد هم پذیرفت و گلوله خلاص شلیک کرد. اندکی قبلتر دادستان بعضی از عناوین کیفرخواست خود بر علیه او را این چنین بیان کرده بود: فساد در ارض، محاربه با خدا و خلق خدا و نایب امام زمان، قیام علیه امنیت و استقلال مملکت با تشکیل کابینه‌های دست نشانده آمریکا و انگلیس، واگذار کردن نفت و مس و اورانیوم و غیره به بیگانگان، نابود ساختن کشاورزی و دامپروری و از بین بردن جنگل‌ها، مؤسس و اولین دبیر کل حزب استبدادی رستاخیز ملت ایران، شرکت مستقیم در قاچاق هروئین در دوران اقامت در فرانسه در معیت حسن علی منصور. آری، اینها تعدادی از اتهامات و لختی پیشتر آخرین دقایق حیات امیر عباس هویدا بود. قدری تأمل کنید تا بیشتر در مورد او بگویم. امیر عباس هویدا در 28 بهمن 1297 هجری شمسی در تهران زاده شد. پدرش حبیب الله عین الملک نام داشت که سفیر ایران در لبنان بود و برای همین کودکی و نوجوانیش در لبنان سپری شد. زمانی که در عهد رضاشاه داشتن نام خانوادگی اجباری شد، عین الملک نام خانوادگی هویدا را برای خود برگزید. امیر عباس تنها 2 سال داشت که پدرش از سوی وزارت خارجه به دمشق منتقل شد. در نتیجه مدت زیادی از کودکی خود را در خارج از کشور و در دمشق، بیروت، پاریس، لندن و بروکسل سپری کرد که تأثیر زیادی بر شخصیت او گذاشت. زمانی که در مدرسه فرانسوی بیروت مشغول تحصیل بود، پدر خود را در 17 سالگی از دست داد. پس از تحصیلات متوسطه مدتی را در لندن سپری کرد و سپس راهی بروکسل شد. 3 سال در دانشگاه آزاد بروکسل دانشجو بود و با مدرک کارشناسی در رشته علوم سیاسی دانآموخته شد. امیر عباس در 1321 به تهران بازگشت. ایران در این زمان در اشغال نیروهای شوروی و بریتانیا بود. او مدت کوتاهی بعد از بازگشت به کشورش توسط وزارت امور خارجه استخدام شد. وی همچنین به عنوان افسر وظیفه وارد ارتش شد. دوستی نزدیک هویدا با 2 تن از پسران زین العابدین رهنما باعث شد با پیشنهاد رهنما او را در سال 1323 به عنوان کارمند سفارت ایران در پاریس انتخاب کردند. این اولین منصب دیپلماتیک هویدا بود و درگیر شدن سفارت ایران در یک رسوایی باعث شد تقریباً آخرین هم باشد. این واقعه بر زندگی سیاسی هویدا سایه افکند تا جایی که یکی از اتهاماتی که دادستانی در 33 سال بعد در دادگاهی بعد از انقلاب اسلامی به او وارد کرد، قاچاق هروئین در فرانسه بود. او در پاریس با عبدالله انتظام آشنا شد. انتظام یکی از فراماسون‌های معروف ایران بود و هویدا نیز سالها بعد به تشویق او فراماسون شد.
زمانی که انتظام را به ریاست دفتر کنسولی ایران در اشتوتگارت آلمان گماشتند، او ترتیبی داد که هویدا نیز به آن کشور منتقل شود. هویدا بعد از 3 سال خدمت در اشتوتگارت به ایران بازگشت. پس از آن به مدت 5 سال به استخدام سازمان ملل درآمد. کار در کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به او این امکان را داده بود که به عنوان کارمند آن نهاد به کشورهای مختلفی به خصوص در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین سفر کند. سرانجام با اصرار منصور و در سال 1335 در سفارت ایران در ترکیه مشغول به کار شد. در این دوره او از نزدیک با مدل نوسازی ترکیه آشنا شد. کشوری که همچون ایران در مسیر غربگرایی بود و این تجربه بعدها در نگاه توسعه محور او تأثیر گذاشت. او پس از مدتی به تهران منتقل شد. انتظام در زمان مأموریت هویدا در سازمان ملل رئیس هیئت نمایندگی ایران بود. او خیلی زود تشخیص داد که او دقیق و منظم است. زبان و فرهنگ غرب را عالی می‌شناسد. جاه طلبی خطرناک ندارد و می‌تواند در ساختار بوروکراتیک دولت مفید باشد. وقتی انتظام ریاست شرکت ملی نفت ایران را بر عهده گرفت، او را نیز به شرکت ملی نفت منتقل کرد، جایی که مسیر رشد واقعی هویدا آغاز شد و مراتب ترقی را به سرعت طی کرد و عضو هیئت مدیره این شرکت شد. یک حامی مهم دیگر هویدا علی اصغر حکمت بود. وزیر فرهنگ، ادیب و یکی از چهره‌های بزرگ فرهنگی عصر پهلوی. حکمت سالها با پدر هویدا عین‌الملک دوستی داشت. او وقتی استعداد و شخصیت آرام، روشنفکر و زباندان امیر عباس را دید، او را وارد حلقه فرهنگی دیپلماتیک خود کرد. نقش مهمی که حکمت در رشد هویدا داشت، معرفی او به رجال فرهنگی و سیاسی، حمایت از انتصاب‌های هویدا در وزارت خارجه و معرفی او به برخی افراد نزدیک به دربار پهلوی بود. افرادی مانند حکمت می توانستند شخصیت‌های فرهنگی اداری را به شاه معرفی کنند. آنها درباره هویدا تصویری ارائه کردند که برای شاه جذاب بود. یک تکنوکرات مدرن، بی خطر، منظم و اهل کار، نه یک سیاستمدار ماجراجو. این تصویر همان چیزی بود که محمد رضا پهلوی برای اداره دولت مد نظر داشت. اوایل دهه 40 عبدالله انتظام و حکمت هویدا را به حلقه حسن علی منصور، نخست وزیر تکنوکرات، معرفی کردند. منصور تحت تأثیر سوابق هویدا در سازمان ملل و نفت قرار گرفت و او را به عنوان معاون شرکت ملی نفت، سپس وزیر دارایی و نهایتاً یکی از چهره‌های کلیدی حزب ایران نوین به جمع خود وارد کرد. منصور پس از نخست وزیری در یکی از مهمترین انتصابات کابینه و به پیشنهاد شاه هویدا را وزیر دارایی کرد. این انتخاب به دلیل اعتماد عمیق منصور به توانایی اداری هویدا، تجربه بین‌المللی و تسلط او به زبانهای خارجی، تواناییش در گزارش نویسی، تحلیل و مدیریت مالی و نقش پشت صحنه او در هماهنگی فکری اعضای حزب. او در این نقش تلاش‌هایی برای ساماندهی وزارتخانه پرفساد دارایی کرد. این مرحله سکوی پرتاب او بود که نشان داد که او به چه اندازه توانایی فنی و اجرایی دارد. پس از ترور منصور توسط گروه فداییان اسلام، وی توسط محمد رضا شاه پهلوی به عنوان نخست وزیر ایران منصوب شد و 12 سال و 6 ماه در این پست ماند. در سیاست خارجی مهمترین تحولی که در اولین سال نخست وزیری هویدا روی داد، نزدیکی ایران و شوروی و امضای قرارداد احداث ذوب‌آهن در اصفهان بین ایران و شوروی بود. دو رویداد اقتصادی تعیین کننده در دوره هویدا عبارتند از
ادامه برنامه توسعه صنعتی و اجتماعی و سپس شوک نفتی که درآمدهای نفتی ایران را به طور ناگهانی و چشمگیری افزایش داد. این جهش درآمدی منابع عظیمی در اختیار دولت گذاشت که برای طرح‌های بزرگ عمرانی، صنعتی و رفاهی به کار رفت. در دولت هویدا ادامه و تسریع برنامه‌های توسعه 5 ساله و پروژه‌های زیرساختی در دستور کار قرار گرفت. توسعه شبکه جاده‌ای، برق‌رسانی، ساخت شهرک‌ها، گسترش دانشگاه‌ها و آموزش عالی و توسعه صنایع بزرگ فولاد، پتروشیمی، خودروسازان در دستور کار بود. سازمان برنامه و بودجه و وزارت‌های فنی نقش پررنگی داشتند و هویدا تلاش کرد با مدیریت تکنوکراتیک روند نوسازی را پیش ببرد. با این حال اجرا غالباً به شکل متمرکز و از بالا بود و توزیع منافع رشد چندان عادلانه نبود که به نارضایتی‌های اجتماعی دامن زد. دولت هویدا همراه با برنامه‌های اقتصادی جلوه‌های برجسته فرهنگی و نمادین نیز داشت. گسترش آموزش، تغییرات اجتماعی فرهنگی و اقدامات نمادین بزرگ از جمله جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی که به نمایش مدرنیته و قدرت بین‌المللی ایران کمک می‌کرد، اما در داخل با انتقادات شدیدی روبرو شد. روشنفکرانی چون جلال آل احمد با نقد غرب زدگی و علی شریعتی با پیام‌های انقلابی اجتماعی و گروه‌های چپ و ملیگرا سیاست‌های مدرنیزاسیون بدون مشارکت سیاسی و توزیع نامتوازن منافع را نقد کردند. این کنشگران هویدا و رژیم را متهم به وابستگی فرهنگی و اقتصادی به غرب، سرکوب داخلی و بی‌عدالتی اجتماعی کردند. همزمان دولت تحت فشار قرار داشت تا هم رشد اقتصادی را حفظ کند و هم آرامش سیاسی را برقرار سازد که نتیجه اش ترکیبی از اصلاحات اقتصادی و سرکوب سیاسی شد. در نیمه دهه 1350 مجموعه‌ای از شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دست به دست هم داد تا یک نارضایتی فراگیر علیه حکومت شکل بگیرد. رشد بی‌رویه شهرنشینی، فساد اداری و نارضایتی کارگران و طبقه متوسط بخش مهمی از این نقدها مستقیم یا غیر مستقیم متوجه دولت هویدا بود. بنابراین او بخشی از نماد ساختار قدرت شد، حتی اگر نقشش کمتر از تصور مردم بود. و با وجود کاهش مشروعیت سیاسی، حکومت پهلوی در اواخر دوره دوم هویدا از روحانیون، دانشجویان، روشنفکران، بازار و حتی طبقه متوسط فاصله گرفته بود. هویدا 13 سال نخست وزیر بود و طولانی شدن دورانش او را به چهره اصلی نظام تبدیل کرده بود. در سال 1356 شاه برای کاهش فشارهای داخلی و خارجی و به ظاهر ایجاد فضای باز سیاسی هویدا را کنار گذاشت و او را وزیر دربار کرد. اما این جابجایی دیرهنگام بود. کشور با موجی از اعتراضات روبرو شد که از دی 1356 با واقعه قم آغاز شد و تا 1357 به یک نهضت ملی مذهبی فراگیر رسید. با اوجگیری اعتراضات، بسیاری از مقامات سابق کشور، مدیران شرکت‌های بزرگ، شاهزادگان و اعضای دربار و وابستگان اقتصادی حکومت بین پاییز تا زمستان 1357 ایران را ترک کردند. اما هویدا نرفت و این در تاریخ همواره مورد بحث بوده است. چرا هویدا با وجود امکان قطعی از کشور خارج نشد؟ در حالی که ده‌ها مقام سیاسی کشور مثل آموزگار، نصیری، ارتشبدها، مدیران اقتصادی و حتی بسیاری از همکاران نزدیک هویدا ایران را ترک کردند، اما او تصمیم به ماندن گرفت. هویدا بارها گفته بود من دزد نیستم، فرار نمی کنم. چیزی برای پنهان کردن ندارم.
اتفاقاً بخش بزرگی از جامعه روشنفکری و حتی منتقدان حکومتی نیز هویدا را فاسد مالی نمی‌دانستند. او باور داشت دادگاهی عادلانه همه چیز را روشن می‌کند. هویدا فرزند دیپلماسی بود. ترک کشور برای او معنای فرار داشت و خلاف روحیه بوروکراتی و نظمگرایش بود. او تصور می‌کرد بخش زیادی از جامعه روشنفکری او را می‌شناسند و علیه او اقدام نمی‌کنند. در مورد روحانیان نیز گمان داشت که نقش او در اعمال ساواک کمتر از دیگران دیده خواهد شد. ضمن اینکه هویدا باور نداشت انقلاب به سرعت پیروز شود و او انقلاب را یک موج هیجانی می‌دانست، نه سقوط کامل نظام. پس از پیروزی انقلاب، هویدا به صورت داوطلبانه خودش را به نیروهای انقلابی معرفی کرد. او در اسفند 1357 به کمیته مشترک منتقل شد. در بازداشت، ابتدا در سلول انفرادی بود، چند بار بازجویی شد و ظاهراً بجز خودروی پیکانش اموالی برای مصادره نداشت. محاکمه او در 20 فروردین 1357 انجام شد. دادگاه چند ساعت بیشتر طول نکشید. در مورد لحظه مرگ او دست کم 2 روایت اصلی وجود دارد. بنابر گزارش رسمی پس از پایان محاکمه حکم اعدام بلافاصله اجرا شد. روایت دوم میگوید پیش از اعلام رسمی حکم یکی از اعضای تندرو دادگاه انقلابی با اسلحه کمری هویدا را در راهرو یا سلول مورد اصابت گلوله قرار داده و کشته است. این روایت میگوید او حتی فرصت شنیدن حکم رسمی را پیدا نکرد و عملاً ترور انقلابی شد. قطعاً هویدا از چهره‌های پیچیده تاریخ معاصر ایران است. نه یک دیکتاتور، نه یک قربانی ساده و نه کاملاً بیگناه. او نماد واقعی بوروکراسی پهلوی بود. در لحظه سقوط برخلاف بسیاری فرار نکرد، باقی ماند و سرنوشتش را پذیرفت. مرگ او آغازگر دورانی بود که نشانه‌ای از شدت هیجان و قهر انقلاب بود. دوست گرامی، با تشکر از همراهی گرم شما، بی‌صبرانه منتظر نظرات ارزشمند شما در کامنت ها هستم. اگر به تاریخ معاصر ایران علاقه‌مندید، لطفاً کانال را سابسکرایب کنید و در سفرهای بعدی همراه ما بمانید. در پناه خداوند ایران زمین، سایتان بلند باد.